جمهوری تاجیکستان در نخستین قدم‌های به استقلالیت رسیدن خود از اثر فاجعه دهشت‌انگیز در کنار نماند. خدمات مخصوص خارجی و تشکیلات و حرکت‌های دینی تروریستی در سیمای سرکردگان و اعضایان سابق حزب نهضت اسلامی توانستند گروه خیانتکار و وطن فروش را پیدا کنند که مقدسات و افتخار دولتداری ملی برایشان بیگانه است. با استفاده از این گروه بی‌هویت چندین دفعه کوشیدند که دولت و ملت تاجیک را به ورطه نابودی کشند. هرچند که میسرشان نگشت، ولی کشور را به گرداب جنگ روبرو ساختند. در طول سالهای جنگ شهروندی، تشکیلات تروریستی اکستریمیستی سابق حزب نهضت اسلامی گناهکار اصلی به گرداب جنگ کشیدن مردم تاجیکستان نسبت به نمایندگان ملت و دولت تاجیک ده‌ها مراتب عملهای تروریستی، گروگانگیری و سوءقصدها انجام دادند که باعث مرگ هزاران نفر گردید.